خب با نمایان خدای مهربان اینجا قبرستان نودیه. وسط نودیه قبرستان، یک قبر شهید پایید اینجا داره، یک تا مقبره شهید هم اینجا، یک کارتون خواب ها و مطالعه اونو اونجا ببینید توی تصویر. دیدن یک گفش 10 نفری هستن اینجا، میخوابن، میخورن، زندگی میکنن، نشه میکنن. اینا اینجا هم میگونه مدرسه غیر انتفاعی دخترانه، معلوم نیست چی هست. این طرف پیش یک مدرسه نوشته ورود افراد متفرقه ممنوع. جای ترسناکیست واقعا. یا منطقه مسکونی است ولی قبرستونه. مسکونی برای مرده هاست دیگه، برای زنده ها که نیست. ما این تمامی مناطق اونجا یک چرخی گرفته، بابایی که من به اون چرخه چیکار داره میکنه، او تو قبرستونه، رو قبرها با چرخه داره راه میره. وسطش هم چند تا نشستن اینجا، زن شوهرن، من چیان کنار هم خوابیدن. اینجا هم که میبینید خلاصه اینجا خیلی باز خطرناکه. خدایش من میترسم اینجا، با که روزه نه منو بخورن. مرده ها در امان نیستن از دست این هوای بار زندان. یه چی دودی را انداختن، با بیلا محیط زیست آلوده میکنن. بچه و تیشی را انداختن وسط ملای عام تو قبرستون نوده، به چای پایین خیابون، به چای جاده قدیم. بیاین جمع کنین اینا را، ادعاتان میشن.